حدیث قدسی: سر مؤمنه خیر دنیا و آخرت. خداوند عزوجل فرمود: هرگاه بخواهم خیر دنیا و آخرت را برای یک مسلمان فراهم کنم، برای او قلب خاشع، زبان ذاکر، جسم شکیبا بر بلا و همسر با ایمان قرار می دهم. هرگاه به آن همسر بنگرد، همسرش او را شادمان سازد و در غیاب شوهر نگهدار ناموس و مال او باشد. الجواهر السنیه، صفحه 103.